سلام بچه یوتیوب، حالتون چطوره؟ من کیاتی هستم و خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. آقا اونجوری که داخل ویدیوی قبلی که ویدیوی کانفینگ بود بهتون گفته بودم بچه که مشکل دسترسی دارن یا دیتاشون باز نمیشه یا موقعی که تو فایل منیجرشون میان تو گوشه اندروید میان تو بخش دیتا فایلای بازی اونجا نیستش، همچین مشکلاتی دارن، قرار شد به خودم پیام بدن که مشکلشون رو حل کنم. چون تعدادتون خیلی زیاد بود گفتم یه ویدیوی کامل بگیرم که این مشکل واسه همتون حل کنم، چه آیفون چه سامسونگ باشی، چه شیائومی باشی، چه نمیدونم هوایی باشی، هر مدل گوشی باشی، مشکل دسترسی فایل داری، میخوام داخل همین ویدیو واسه حلش کنم. لایک ویدیو رو حتما بکوبید، چنل حتما ساب کنید، حمایت فراموشتون نشه. اگرم به همچین موضوعات مثل کانفینگ و چیت و دی ان اس و این موضوعات علاقه داری چنل ما رو ساب کن. اگرم ساب که هستی یه کامنت هم بذار. دمتون گرمه. یه توضیحات راجع به این آموزش ها بهتون میدم، بعد میریم سراغ ویدیو آموزشی. هم داخل سامسونگ هم داخل شیائومی بهتون آموزش میدم و کامل نشون میدم که باید چی کار کنید. ویدیو رو اصلا عقب جلو نزنید، کامل ببینید، چون یه نکاتی گفته میشه که اگر اون نکات رو عملی نکنی واسه کامل درست میشه و نمیتونی ازش استفاده کنی. این یه موضوع دوم، روی شیائومی موضوع خیلی حساسه، یعنی منظورم از حساس بودنش اینه که خیلی سخت‌تر از سامسونگه و خیلی گیرا میده. این گیر میده، اذیت میکنه. بس بچه که شیائومی هستید با دقت بیشتر ویدیو رو ببینید، یعنی که کامل ویدیو رو ببینید، اصلا عقب جلو نکنید، سرعت ویدیو رو زیاد نکنید، پایین نبرید، کلا همون فیکس عادیش ببینید دیگه. دمتون گرمه. من یه توضیحات بگم راجع به این آموزش. اصلا گوشیتون روت نمیشه، اصلا نیاز به روت نداره. این از این موضوع، کار ما اصلا به روت نداریم. این که فکر میکنی گوشیتون روت میکنی، نه، اصلا همچین موضوعی نیستش. داخل این ویدیو نیاز به یه اپلیکیشن بیشتر نداریم. این کم جلوتر بهتون میگم اسم برنامه چی، از کجا دانلودش کنید و باید چی کارا بکنید. اینم از این موضوع. نکته بعدی، ما نیاز به اکانت شیائومی داریم واسه اینکه این موضوع رو درستش کنیم. واسه نیاز به اکانت شیائومی داریم که اکانت شیائومی ها بهتون میگم حالا جلوتر چه شکلی بسازید داخل آموزش. اگرم ساختید یا بلدید که چه بهتر. و داخل سامسونگ نیاز به اکانت سامسونگ نداریم و خیلی راحت تره، خیلی امنیتش کمتره و خیلی کلا آسون تره، این شکلی بگم بهتره. اینم از این موضوع. بعد از داخل برنامه‌ای که کانفرنس فایلای گوشیتون رو میخواد ببینید، دو تا برنامه رو من بیشتر پیشنهاد نمیکنم. یکی امتی منیجر، نسخه عادیش، نه نسخه وی آی پیش، نسخه مود شدهش، همون نسخه عادیش. به داخل مرورگرتون سرچ کنید دانلود امتی منیجر از فارسوید، همون نسخه عادیش رو بریزید، کافیه، کفایت میکنه، همون نسخه کافیه. و برنامه دوم همون نسخه زد آرشیور سبز، نسخه عادیش خیلی بهتر از نسخه پروشه راجع به این موضوع، چون نسخه پروش حالا داخل کاری که ما میخوایم انجام بدیم به مشکل میخوره یا اجازه دسترسی کلا نمیده. اینم از این موضوع. این ویدیو هم کلا خیلی زیاد بشه 10 دقیقه بیشتر نمیشه. اگرم این نکته رو بگم، اگه ویدیو یکم خسته کننده یا مثلا میمی وسط ویدیو نیست، کیفیت ویدیو قشنگ نیست، خواستم بگم که این ویدیو رو دارم خودم ادیت میزنم واسه که خواستم آموزش کلا لایو باشه، منظورم از لایو بودن خودم روی آموزش صحبت کنم و کامل واسهتون توضیح بدم. این ویدیو رو دارم خودم ادیت میزنم. اینم از این موضوع. اگه ویدیو مشکل داره، صدای ویدیو کمی یا هر ایرادی دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید دیگه. حمایتم بهتر کنید. درخواستی هم داشتید داخل کامنت بگید، واسهتون میارم. بعد از این ویدیو هم آموزش نصب کامل کانفینگ هم قراره واسهتون بذارم که دیگه راحت بشین از این دردسرایی که واسه ما ساختن و نمیتونیم دیتای گوشیمون رو ببینیم از این موضوعات. اینم از این موضوع. یه توضیحات ریز من این وسط بدم. نیاز به وای فای داریم. این از این موضوع. یعنی اگه وای فای نبر با نت گوشیت نمیشه درست کرد این کارو. یه نقطه اتصال یه گوشی مودم به یه وای فای به کل باید وصل شید.
به یک وای فای وصل شید و این کارا رو باید انجام بدید. پس وای فای بودن قدم اوله و واجبه. وای فای نباشه، یعنی به وای فای گوشیتون متصل نباشه، این آموزش کنسله. یعنی اگه وای فای دم دستت نیست الان هیچ فایده نداره. ویدیو رو ببین، یاد بگیر، بعدش حالا که وای فای اومد برو استفاده کن. و از وای فای نیازه، حالا یه گوشی بردار، نقطه اتصالش رو بس کن. اینترنت زیادی مصرف اصلا نمیکنه، فکر نکنم اینترنت مصرف کنه. فقط واسه این که یه سلام خوبی بدیم به اپ، برنامه که ما رو وای فای داریم، همین کافیه. یه نقطه اتصال از دوستتون، فامیلتون، خانواده‌تون بگیرید، یا هات اسپات نقطه اتصال بگیرید، کارتون راه میفته. 5 دقیقه بیشتر اصلا طول نمیکشه، کمتر دستتون تون باشه، آسونه. بریم سراغ آموزش رو بیاین. سلام بچه‌ها یوتیوب، اومدیم ویدیو آموزشی واسهتون بگیرم. گفتم یه سلامم اول اینجا ویدیو بدم. میخوام یه نکاتی من میگم، به دقت گوش کنید. اگر مثلا صدا کمه، ساعت 3:04 صبح دیگه، اگه صدا کمه بزرگی خودتون ببخشید. یکم صدا گوشیتون رو بلند کنید و ویدیو رو کامل ببینید. گوشی من پوکو X6 پروه و نسخه هایپر OS. اجازه دسترسی دارم، ولی وقتی بعضی از فایل‌ها رو میخوام بریزم مثلا تو پوش کال آف دیوتی، یه اروری میده و با اون ارور مواجه میشم که با این راه حلی که من میدم هم میتونید دیتای گوشیتون رو ببینید، هم هر تمامی ارورهایی که میده واسهتون رو حل کنید. اولین چیزی که نیاز دارین حساب شیائمیه. حالا که اینجا حساب ما ساختیم، برید اینجا حسابتون رو بسازید تو حساب ها، اون بالای گوگل بیاید تو بخش اون بات اینجا نوشته، بیاید پایین حسابا رو میبینید. حساب شیائمیتون رو اول فعال کنید. دومین چیزی که نیاز دارید تو داخل درباره گوشی، بیاید تو بخش اطلاعات جزئی مشخصات و نسخه سیستم عامل رو چند بار ضربه بزنید، 7 بار 10 بار ضربه بزنید تا بنویسه شما در حوزه یک برنامه نویس هستید. بعدش بیاید پایین توی تنظیمات بیشتر، بیاید پایین توی گزینه‌های توسعه دهنده. من گوشیمو فارسی کردم که بچه‌ها راحت‌تر ببینید. و یه VPN هم وصل کنید، خیلی بهتره و راحت‌تره. تیک هایی که ما باید این قسمت فعال کنیم، بیاید توی اشکال زدایی، بیاد این تیک اول فعال کنید، این تیک اول، بعد به نصب از طریق USB رو فعال کنید و اشکال زدایی USB تنظیمات امنیت هم فعال کنید. هیچ آسیبی به گوشیتون نمیرسه و هیچ خطر گوشیتون رو تهدید نمیکنه و خیلی راحت انجام بدید، هیچ مشکلی واسه گوشیتون پیش نمیاد. اینم از این موضوع. بیاید تو قسمت اشکال زدایی بی سیم، حالت اشکال زدایی کردن وقتی وای فای متصل است، وارد این بخش بشید. این از این موضوع. اینا رو که فعال کردید بیاید بیرون و برنامه که ما نیاز داریم به اسمش شیزوکو از داخل گوگل پلی میتونید دانلود کنید. حالا من باز فایلش رو واسهتون میذارم. حالا من اگه اینجا رو صفحه بود، اینه برنامه‌شو. حالا من واسهتون برنامه‌شو داخل چنل تلگرام میذارم که لینک چنل تلگرام داخل دیسکریپشن، کپشن، توضیحات ویدیو، هر چی شما بهش میگید هستش و داخل کامنت هم پین شده. وارد چند تلگرام میشید برنامه رو راحت میتونید دانلود کنید و نیاز به گوگل پلی نیستش. وارد برنامه که میشید اینجا نوشته در حال اجرا، شیزوکو در حال اجرا نمی باشد. اگر زبانش خارجی بود بیاد توی زبان فارسی رو انتخاب کنید. حالا من دستم خورد انگلیسی شد. زبان فارسی رو بزنید که راحت تر کارتون را بیفته. اولین کاری که میکنیم میایم گزینه وسطی میزنیم، میایم پایین، ازتون مجوز میخواد بذاریم. حالا من یه بار داده هاشو پاک کنم که مثل شما از اول باش کار کنیم. وارد برنامه که بشید به همچین منوی برمیخورید. این قسمت میزنید و گزینه‌ای که واسهتون میاد، این گزینه اول روش ضربه میزنید. اجازه دسترسی نوتیفیکیشن ازتون میخواد، یا نمایش الان ها فعالش میکنید. برمیگردید میبینید این بخش واسهتون باز میشه، دیولپر آپشن، همچین اسمی داره دیگه، درسته. بیاید پایین، این تیک اولی، دومی و سومی رو وصلش میکنید، فعالش میکنید. نصب از طریق USB و هیچ کاریش نداریم. اشکال زدایی بی سیمو میزنید و اشکال زدایی بی سیمو فعالش میکنید. تیک تاییدیه بهش میدید، تیک
تاییدیه بهش میدید. حالا من بذار اینجا شیزوکو رو قطعش کنم. حالا با این صفحه مواجه میشید. جفت کردن دستگاه با کد مرتب سازی رو ضربه میزنید و صفحه رو میکشید بالا و روی این ضربه میزنید و کدی که این پایین نوشته 21 87 25 رو میزنید. 21 87 21 87 21 87 25 21 87 25 و کد میزنه. شیزوکو فعال میشه. این از این موضوع. حالا اگه این کد رو شما نتونستید بزنید باید چی کار کنید؟ وارد بخش تنظیمات بشید. بیاید توی صفحه روی بخش اعلان ها و نوار وضعیت. بیاید تو این بخش میاد توی شیوه اعلان ها و روی از کلاسیک 90% اون گذاشتید روی کلاسیک چون خوشگل تره. وقتی روی کلاسیک باشه کد واسهتون موقعی که میخواد کد رو بزنید نمیتونید بزنید. روی همین اندروید بذارید باشه و راحت میتونید کارتون رو انجام بدید و خیلی بهتره. حالا بعد اینکه کارتون تموم شد دوست داشتید خوشگل مشکل باشه چینگولک داشته باشه بدون روی همون حالت کلاسیک. اینم از این موضوع. بعد اینکه کد رو وارد کردید برمیگردید داخل برنامه، برمیگردید منوی اصلی و گزینه استارت رو میزنید. یه 3 دقیقه اینجا 3 دقیقه که نه 3 ثانیه طول میکشه تا این بخش واسهتون تکمیل بشه. وقتی برگشت به صفحه اصلی ونژنش شیزوکو در حال اجرا است و شیزوکو آن است دیگه کارتون 90% راه رفتید و با 90% راه با موفقیت انجام شده. یه نکته خیلی مهم اینجا رو با دقت گوش کنید. در شیزوکو در حال اجرا هست. این بالا پایینش نوشته 4 اپ. حالا شاید مثلا اپ های شما بیشتر باشه و دیگه فرق نداره. کلا تو این قسمت دومی بیاد اینجا تیک زد آرشیور و تیک امتی منیجر رو فعال میکنید. حالا زد آرشیور پرو رو کاریش نداریم، حالا من فعال کردم. زد آرشیور و امتی منیجر رو تیکش رو فعال میکنید. وقتی فعال کردید برمیگردید منوی از برنامه میاید بیرون. وقتی اومدید بیرون وارد زد آرشیور سبزتون میشید، میاد 3 نقطه بالا رو میزنید تنظیمات و نوشته روت. حالا من رو بزنم حالت اصلی خود گوشی. حالا این نکته که میگم اینجا نوشته روت. تو که گفتی گوشی نیاز نباید روت بشه، این گوشیتون روت نمیشه. این فقط یه اصطلاحه که اینجا نوشته. نوع دسترسی روتو میذاریم روی شیزوکو مثال میزن، یعنی یه جوری عمل میکنه که انگار گوشی روت شده ولی گوشی روت نیست. آسیبی به گوشیتون نمیزنه. خودم فعال میکنم استفاده میکنم. 99% بچه‌هایی که قبل از این ویدیو پیامم دادن واسهشون فعال کردم و دارن استفاده میکنن. هیچ مشکلی واسه گوشیشون پیش نیامده و راحت دارن استفاده میکنن. شیزوکو رو و میاد این روته اصلا هیچ ربطی به گوشیتون روت نمیکنه. واسه روت کردن گوشی نیاز به سیستمه که اصلا کارای این شکلی و الکی که بخوای خودت روت کنی نیست. باید دسته حرفه‌ای باشه تا به گوشیتون آسیب نرسه. پس این فشرده سازی پایینش نشه پلاگین، این وسطی نشته روت، آسیب به گوشیتون نمیزنه، گوشیتون روت نمیکنه و هیچ خطری واسه گوشیتون تهدید نیست. پس استفاده کنید، نترسید. خودم دارم استفاده میکنم، روی گوشی جدید دارم استفاده میکنم، گوشی قدیمی استفاده کردم، اکثر بچه‌ها دارن استفاده میکنن. هیچ نترسید، اصلا هیچ مشکلی واسه گوشیتون درست نمیکنه. این از این موضوع. بیاید تو بخش روت، بیاید روی نوع دسترسی روت بزنید روی شیزوکو و استفاده برای اندروید و عملیات فایل ها رو فعال میکنید. این پایین هم نوشته فیکس، اینم فعالش میکنید. حالا برمیگردید صفحه اصلی، یه رفرش میزنید، میاد تو پوشه اندروید دیتا. این بالا قرمز شده، بنا به این دلیله که برنامه کار خودشو کرده و فعال شده. اینم میاد توی پوشه کانفینگا کالافتیف گوشه فایل کانفینگو دیدید که من زدم و فعال شده و کار میکنه. و از این طرفم امتی منیجر لوگینش انجام داد. وقتی لوگین بده کار میکنه. اندروید دیتا، حالا اینجا یه آپدیت میخواد. کالافتیف فایل
و اینجا میبینید که پوشه فایلامون به کامل درستی فعال شده و کار میکنه. اینم از این موضوع. بریم واسه اندرویدم، واسه سامسونگم همین شکله کارایش. من فقط یه قسمت واسه سامسونگ اولیه، اونی که دسترسی همین بخش تو تنظیمات بیشتر، بخش گزینه توسعه دهنده واسه سامسونگ آموزش میدم و واسه شیائومی سامسونگ یکی فقط این گزینه توسعه دهنده رو میخوام واسه سامسونگ آموزش بدم. این از شیائومی ها. بچه‌ها که الان شیائومی آموزش دیدید تا آخر ویدیو باشید، چون قراره 3-4 نکته بگم که درد شیائومی هم میخوره که اون نکات اصلیه. اون نکات اگه رعایت نکنی باز اینجا به مشکل میخورید و خطر واسه گوشتون تهدید میشه اگه اون نکات رو رعایت نکنید. من ویدیو رو میبندم، بریم واسه سامسونگم آموزش بدیم و سامسونگم یه آموزش کوتاه و سریع بدیم. بیاد داخل تنظیمات، بیاد تو بخش درباره تلفن، بیاد تو بخش اطلاعات نرم افزار، بیاد تو بخش شماره ساخت، چند بار ضربه بزنید مثل شیائومی. اینجا مثل نیاز به حالت برنامه‌نویس قبلا فعال شده، برید داخل. موقعی که فعال شد این گزینه توسعه دهنده یا گزینه‌های تهیه کننده واسه شما فعال میشه. بیاد پایین کم اینجا نوشته اشکال زدایی USB رو فعال کنه. اشکال زدایی BC مو کارش نداریم الان، چون من به صبر کنید اشکال زدایی USB رو وقتی فعال شد بیاید پایین، میبینید که مثل شیائومی گزینه‌های دیگه‌ای نداره. بیاید سریع اشکال زدایی BC مو فعال کنید، مجوزش رو بهش بدید، بیاد واردش بشید و اینجا مرتب کردن دستگاه با کدو بزنید و کدو وارد کنید و طبق روال شیائومی برنامه رو فعال کنید. اینم از این موضوع. بریم آموزش بقیه رو داخل ادامه ویدیو بهتون بدم. آقا اینم از این موضوع. شیائومی بهتون کامل یاد دادم، سامسونگم واسه گزینه توسعه دهنده یا تهیه کننده کامل بهتون آموزش دادم. بقیه‌اش رو باید طبق شیائومی پیش به داخل برنامه است. کلا برنامه‌ها یکی. اینم از این موضوع. من اپ شیزوکو لینکش داخل دیسکریپشن اگه یادم باشه 99% میذارم. اگه یادم رفت فایلشو داخل چنل تلگرام واسهتون میذارم. 90% همونجا چنل تلگرام میذارم که لینک چنل تلگرام داخل دیسکریپشن، کپشن، توضیحات ویدیو هر شما بهش میگید هستش و این طرف هم داخل کامنت ها لینک چنل تلگرام پین شده. دیگه دمتون گرمه. عشق منید. حمایت رو بهتر کن. آموزش دسترسی کامل بهتون دادم. با این روش میتونید به هر گوشی که داشته باشید دسترسی فایلشو بردارید، دیتاشو باز کنید و فایلای کالافتون و ماینکرافت و پابجیتون رو میخواید تغییر بدید، مودی بریزید، نمیدونم داخل جی تی آی میخوای مود بریزی، ماینکرافت میخوای مود بریزی، با این روش دیگه میتونی راحت همه کاراشو بکنی. دمتون گرمه. عشق منید. یه نکته هم اینجا بگم واسه بچه که تا آخر ویدیو همکاری دادن و تا آخر ویدیو رو دیدن، بعد از این که شما دیتا بازیتون رو ریختی، اگر ترس اینه داره که گوشیت خراب میشه مشکلی داره، بعد اینکه کارت انجام دادی برو داخل تنظیمات، کلا تهیه کننده توسعه دهنده رو غیر فعالش کن، خاموشش کن، یا برگرد شیزوکو رو یه بار داداشو پاک کن. یا بازم این شکلی راحت نیستی، بازم ترس تو دلته، میترسیم فکر کنی گوشت رود شده یا مشکلی داره، این کارو کن. برو داخل تنظیمات، بخش دیولپر آپشن، همون گزینه توسعه دهنده یا تهیه کننده، برو اونجا اون 3 تا تیک داخل شیائومی یا همون یه تیک داخل سامسونگو غیر فعالش کن. این شکلی خیالت راحت تره، استرست کم تره که بعد نگید بگید آره گوشیمون خراب شد اینجور چیزا. اینم واسه بچه‌ای که تا آخر ویدیو دیدن، تا آخر ویدیو همکاری دادن. دمتون گرمه. عشق منید. حمایت رو بهتر کنید، لایک و ساب فراموشتون نشه. یه خواهشی که ازتون دارم، واسه یوتیوبتون پروفایل بذارید، نه از من، کلا واسه یوتیوبتون پروفایل بذارید تا لایکا حساب بشه و سابهاتون نپره. عشق منید. تا یک ویدیوی دیگه و حمایت شما. خداحافظ.